سلام به همه شما دوستای خوب و رفقای همیشگی خودم. آقا بازم سر و عمامه این ولی فقیه پیزوری پیدا شد. البته روزخونی های خامنه جدید نیست، اما این دفعه طرف خیلی پرتاب ظاهر شد. دیدی سر این 20% چه کردن؟ یک ژستی گرفتن غربی ها، یک قیافه‌ای گرفتن، یک شروطی گذاشتن که واقعا خفت آور بود. مال سال حدود 89 به نظرم بود، 89 یا 90. بابا این که تو آفسایده که سال 89 90 چیه؟ چرا همین 94 رو نمیگی؟ بالاخره سانتریفیوژا چی شد؟ بالاخره جمع میکنی یا نه؟ زحمت عمده هم تا 20%، یعنی غنیسازی اورانیوم از اورانیوم خام تا 20% راه دشواره، راه سربالاست. از 20% تا 99% راه همواره. چرا پرت و پلا میگه این؟ 20% و 99% چیه؟ هلک و هلک پا شده اومده وسط یه مشت جک جونه برای بارفته تر از خودش، بعد قضیه چراغونی پارسال تعریف میکنه. رفقا به نظرتون جریان چیه؟ این سیدری بافور چی رو میخواد پنهون کنه؟ بذارید یه خبر تنوری براتون رو کنم، شاید قضیه روشن بشه. رژیم ایران توقف جمع‌آوری سانتریفیوژهایش را تکذیب کرد. رادیو فرانسه 20 آبان 94. سازمان انرژی اتمی ایران با انتشار بیانیه‌ای تلویحاً خبر توقف جمع‌آوری سانتریفیوژهای تأسیسات غنیسازی اورانیوم نطنز و فردو را تکذیب کرد و رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران را به رعایت اخلاق و انتشار صحیح اخبار مربوط به فعالیت‌های این سازمان فراخواند. انتشار این خبر که به منزله نقض توافق اتمی توسط ایران است، واکنش سریع سازمان انرژی اتمی ایران را برانگیخت، به طوری که این سازمان امروز با انتشار بیانیه‌ای خبر نسبت داده شده به علی شمخانی را تکذیب کرد. ملاحظه فرمودید؟ بعد از اینکه دلواپسا قاد زدن و گلو پاره کردن که سانتریفیوژا رو جمع نکنی، اون یارو بوفالوی شورای امنیت واسه خفه کردن همین دلواپسا قپی اومد که سانتریفیوژا جمع نمیشن. هیچی دیگه، آقا کار بیخ پیدا کرد و طرف حسابا هم گفتن پس دندتون نرم، تحریما هم دست نمیخورن. اینجا بود که سیدعلی با همین وضع نظاری که دیدید اومد وسط تا با این وراجی ها قضیه رو ماسمالی کنه. خیلی ها در این حوادثی که اتفاق افتاده در همین فتنه سال 88 خیلی ها لغزیدند، آدمای بدی نبودن، لغزیدن به خاطر کم بودن بصیرت. خب شما وقتی میبینی که یه نفری میگه انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است، باید چه کار کنی؟ باید چه کار کنی؟ هیچی، باید سرتو بذاری زمین و بمیری. باید با عمامه بری تو دیوار، باید از درد زهری که به خوردت دادن به خودت بپیچی و از حالا فکر جام زهرای بعدی باشی، به فکر فتنه‌ای که تو راهه. خبرهایی که به من از برخی دانشگاه‌ها میرسد و امیدوارم که درست نباشند برخلاف این موارد است، به گونه‌ای که تشکل‌های مؤمن و انقلابی و خوشفکر را تحت فشار قرار می‌دهند. رهبر انقلاب اسلامی خطاب به مسئولان وزارت علوم و بهداشت و رؤسای دانشگاه‌ها تاکید کردند باید به جوانهای انقلابی و مؤمن، خوشروحیه، متدین و دارای عزت نفس میدان بدهید، به گونه‌ای که فضا دست آنها باشد. ولی فقیه بندباز به این میگن، از اون طرف میخواد داستان برجام و جمع کردن سانتریفیوژها رو ماسمالی کنه، از این طرف هم میخواد با میدون دادن به بسیجی‌ها و نوچه‌هاش اونم تو دانشگاه سرشون گل بماله. از اون طرف ترسش از بمب ساعتی اونم تو دانشگاه‌ها روز به روز بیشتر میشه. خلاصه این که مخمسه‌ایه، همینه که سیدعلی رو اینجوری بیرمق و مفلس کرده. بخور که بقیهش تو راهه. آقا تا یه شب دیگه و یه سلام دیگه، خداحافظ شما.